رادیو زمانه هستید از آمستردام. آقای سربازی، میدونیم که اخیراً مجلس طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به 4 استان را اعلام وصول کرد بدون اینکه هیچگونه جزئیاتی از این طرح ارائه شده باشه و اساساً نمیدونیم که این طرح دقیقاً چه هست و به دنبال چه اهدافی هست. و خب اعلام وصول این طرح برای چندمین بار در سالهای گذشته اعتراضات گسترده مردم بلوچ رو به همراه داشت و حتی در شبکه‌های اجتماعی هفته گذشته هشتگ نه به تقسیم بلوچستان ترند اول شد. آیا از جزئیات این طرح اطلاعی در دست هست و ما میدونیم که این طرح به دنبال چه هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ از زمانی که حکومت روحانی فعالیت خودش رو آغاز کرد در اولین هفته‌هاش، سپاه پاسداران اون گزارش هایی که ما به دست آوردیم پشت پرده این ماجراست و به دنبال این طرح افتاد که این رو کلید بزنه و اجراش بکنه. سپاه پاسداران در سال 1388 رسما امنیت منطقه بلوچستان رو، یعنی چه استان سیستان و بلوچستان باشه، چه منطقه جنوب کرمان هست، چه حوزه شرق غرب هرمزگان هست، همین مناطقی که بلوچ نشین هستن منطقه کلا تحت کنترل و امنیتش در دست سپاه پاسداران به شکل رسمی بهش سپرده شده. سپاه بعد از اینکه خب تسلط خودش رو در این منطقه از لحاظ امنیتی نشوند، اون طرح اشایری امنیت منطقه‌ای رو اجرا کرد، اومد و یکی یکی برنامه‌های بعدی رو اجرا کرد. مرز رو بست، یک هزینه بسیار هنگفت و سنگین گذاشتند. مرز که بسته شد این فرق بیشتر شد، چون تا شعاع 200 کیلومتری مرز مردم کلا متکی به مرز بودن، امرار معاششون نه کارگاهی هست نه کارخانه‌ای هست و نه غیره. بعد از این اقدامات طرح‌های دریایی اومد که به دستور علی خامنه‌ای، اون چیزی که دریادار حبیب الله سیاری فرمانده پیشی نیروی دریایی ارتش که الان اخیراً جنجال‌های ایجاد کرده بود این رو اعلام کرد، گفت که یک طرح دریا محور از سال 90 علی خامنه‌ای دستور داده و ما نیروی دریایی ارتش رو و نیروی دریایی سپاه رو مسلط کردیم در بخش‌های سواحلی از بسابندر مرز پاکستان بگیرید. اینجا شروع کردن به ساخت پایگاه مال چابهار رو تقویت کردن در حوزه کنارک، در حوزه جاسک و مناطق دیگه و حدودش 40,000 نیرو در چند سال وردن مستقر کردن و الان احتمالاً این تا 50 60 70 80 هزار هم شاید رفته باشه، رسیده باشه، چون خانزادی فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش هم اعلام کرد، گفت که ما این طرحی که داریم اجرا میکنیم در این منطقه دیگه نیروی دریایی جزوی از مردم منطقه میشه. بعد از اونم اعلام کردن که خب یه طرح جدید رو ما اینجا کلید زدیم به نام طرح توسعه سواحل مکران که بلوچ‌ها ازش به عنوان طرح تصرف سواحل بلوچستان اسم میبرن. خب اینا ببینید همشون تو یه سلسله هستن، یعنی اینا رو نباید از هم دیگه جدا کرد. اینا طرحهایی هستن که از سال 1386 شروع شدن، 1388 رسما کلید خوردن، بعدش اومدن تا الان یکی بعد از دیگری دارن هر هدفی رو به تکمیل میبرن، هدف بعدی اجرا میشه، چیزی که مردم دارن میبینن. طرح توسعه سواحل مکران که میگن، این رو دبیرخانه‌شو گذاشتن توی وزارت دفاع، نیروهای مسلح مسئول اجرای طرح توسعه در سواحل مکران شد. در کجای دنیا به جای اینکه وزارت داخله بیاد یک طرح توسعه‌ای رو اجرا بکنه، وزارت دفاع انجام میده؟ مردم بلوچ گلایه داشتن از این موضوع که حتی ما رو اجازه نمیدن برای اینکه به دبیرخانه دسترسی داشته باشیم، در به وزارت دفاع اجازه نمیدن ما ورود پیدا بکنیم، چه برسه به اینکه ما بتونیم پیگیر این موضوع بشیم که اصلا این طرح چه هست و چه ریزکاری‌هایی داره، چه بحث‌های و غیره. تا الان هم هیچ نفعی به مردم بلوچ نداشته. المهم این که بعد از همه این طرح‌ها ما دیدیم که موضوع تقسیم رو هم دارن روز به روز برجسته ترش میکنن. یه چیز دیگه که حساسیت رو بالا برد نسبت به این اینه که در خلاف تقسیمی که مطرح میکردن، ما یک خیابون داشتیم در شهر زاهدان، ما میگیم دوزا، اونجا اسمش رو از بلوچستان عوض کردن بعد از اینکه رفسنجانی فوت کرد و به نام هاشمی رفسنجانی عوض کردن. یعنی مردم گفتن هیچ خیابون دیگه ای در این شهر 1 میلیونی کلان شهر زاهدان نبود که اسمش تغییر بکنه به نام هاشمی رفسنجانی، که شما یک خیابون بلوچستان پیدا کردید اینو عوضش کردید به هاشمی رفسنجانی. بعد از اون خیابون مکران
یک نام تاریخی مال بلوچستان هست، اسم قدیمی بلوچستان مکران بوده. در شهر چابهار اون رو هم خواستن عوض بکنن، گفتن که میخوایم عوضش کنیم به نام یک شهید و که مردم خیلی سر صدا کردن. یه بخشش رو عوض کردن از یه جاده خیابون رو، بخشش رو الان گذاشتن احتمالاً در آینده بخوان اجراش بکنن و در سربرگ‌های اداری اسامی بلوچستان رو حذف کردن تا جایی رسیده که کسانی که الان اومدن در این منطقه اسکان پیدا کردن به بلوچستان مثلا نمیدن و اگر نرم افزارهای مثل بازار رو اونجا نگاه کنید 10 نفر اومدن چی دادن اجاره منزل و توی اجاره بحثاشون نوشتن که خب حتما غیر بومی باشه، یعنی بلوچ نباشد، یعنی غیر باشد. خب همه اینا مجموعه ها رو مردم دارن میبینن، تجربه های سابق رو دیدن، نسبت به این طرح بسیار بدگمان هستن و این طرح در واقع از همون سال 88 دوباره برمیگردم به ابتدای صحبتم که کلید قبل از اون خب کلید خورده بود در اون زمان از طرف یک به ظاهر نماینده بلوچ این طرح رو به رئیس جمهور حسن روحانی ارائه کردن. آقای میر مراد زهیر نماینده سراوان در جلسه دیدار نمایندگان بلوچستان با حسن روحانی این رو اونجا پیشنهاد داد. از اونجا کمپینی رو ما شروع کردیم به نام کمپین نه به طرح تقسیم بلوچستان و این کمپین خیلی مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا مردم اطلاع نسبت به این موضوع داشتن، اما این کمپین موفق شد که اونقدر تاثیر بگذاره در جامعه که آگاهی ها رو نسبت به موضوع بالا ببره که مردم الان می‌بینیم که سطح اعتراضات نسبت به تقسیم بالاست. خب آقای سربازی، شما در صحبتاتون به یکی از دغدغه‌های مردم بلوچستان اشاره کردید که حذف نام بلوچستان از مناطق مختلف هست، ولی خب میدونیم که دغدغه‌های اصلی دیگه هم مطرح هست. برای مثال یکی از مهمترین اونها افزایش تبعیض‌ها و محرومیت‌های مختلف هست که نسبت به مردم سیستان و بلوچستان روا داشته میشه. میتونید لطفاً در مورد دلایل اصلی مخالفت مردم با این طرح بگید؟ چون خب میدونیم که 2 سال پیش هم ایده این طرح مطرح شد، اما باز هم با مخالفت‌های جدی مردم و حتی روحانیون، فعالین مدنی و سیاسی و حتی نمایندگان استان سیستان و بلوچستان روبرو شد و نتیجتاً مسکوت ماند تا اینکه امسال دوباره مطرح شد. لطفاً اگر میشه در مورد دلایل مخالفت با این طرح برای ما بگید. اولا موضوع مردم بلوچستان اصلا به نظر من نام نیست. مردم با نفس تقسیم مخالفن، به خاطر اینکه پیش از این تقسیم در دوره پهلوی صورت گرفته بود. خب ابتدای منطقه یک مملکت بود، بعدش شد ایالت در دوره پهلوی شد استان، بعد از اینکه استان شد به 3 استان تقسیمش کردن. یه بخشش رو دادن به بخش بزرگی هم از اتفاقا به استان کرمان، بخشی رو دادن بخش بزرگی هم از به هرمزگان، چون استان به شکل کلی منطقه بلوچستان از لحاظ مساحت جغرافی در بین ملل دیگری که در جغرافی ایران هستن بیشترین مساحت رو داره و کمترین جمعیت رو نسبت به جمعیت مثل ترکا، کردها و غیره. این اتفاقی که افتاد، تقسیمی که رخ داد از دوره پهلوی تا الان، تأثیری برای توسعه اون مناطق ایجاد نکرد. یعنی به نام توسعه این تقسیم صورت گرفت، ولی الان شما اگر برید روستاها، شهرهایی که متعلق به بلوچ‌ها هستن در منطقه جنوب کرمان، وضعیتشون از مرکز بلوچستان به مراتب بدتر هست. همین اخیراً هم که سیل اومده بود در منطقه زهکلوت و رودبار و قلعه گنج و این مناطق، یه توجهی از طرف مرکز بلوچستان به اون سمت صورت گرفت. خیلی رفتن اونجا، حمایت کردن از اونجا. اونا گفتن که خب کوچکترین حمایتی از طرف حکومت و دولت به ما نرسیده. فقر اونجا اونقدر شدید بود که برای تحویل گرفتن این کمک هایی که فرستاده بودن، جمعیت های عجیب غریب و درگیری های صورت گرفت که اونجا همه تعجب کردن. خب این هوتک هایی که اونجا دارن میخورن، مدرسه نیست، آب نیست، برق نیست، امکانات اولیه بهداشتی اونجا وجود نداره. همه اینها مشابه با چیزی است که در مرکز بلوچستان هست، یعنی توسعه‌ای اونجا با وجود تقسیم صورت نگرفته. خب این یک موضوع بسیار مهم هست در بلوچستان که میگن خب این تقسیم نمیتونه تأثیری برای توسعه بگذاره، همونطور که در گذشته برای مناطق دیگر نگذاشته. این مثال رو میزنم، میگم ببین شما شمال کرمان رو ببینید، رفسنجان و مناطق دیگر، اینجا صنعتی است، توسعه یافته است، پیشرفته است، اما جنوبش توسعه نیافته. شما هرمزگان رو ببینید، غرب هرمزگان توسعه پیدا کرده، شرق هرمزگان در بدترین وضعیت ممکن قرار داره که منطقه بلوچ‌نشین هست، بلوچ‌ها هستن. نکته دیگری که مردم رو
نگران کرده نسبت به این تقسیم اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی، ببینید ما در دوره قاجاریه وقتی بلوچستان یک مستقل بود کاملا از سال 1871 میلادی، ناصرالدین شاه قاجار وقتی مناطق شمال ایران قبلش از دست داده بودن، قرارداد گلستان و ترکمنچای غیره، اینها به سمت جنوب یعنی به سمت بلوچستان اومدن. خب انگلیس هندوستان رو گرفته بود، بلوچستان رو بخشش رو تجزیه کرد، به دست ایران داد. اینجا بعد از اینکه قاجاریه مسلط شدن در این منطقه، کرمانی ها رو مسلط کردن برای اینکه رو بلوچستان حکومت بکنند. یعنی حکومت بلوچستان عمدتاً در اون دوره به دست کرمانی ها بود. بعد از اون در دوره پهلوی ها حکومت بلوچستان رو دادن در دست بیرجندی ها، یعنی به جنوب خراسانی ها که اینها مسلط شدن در واقع در منطقه. اسدالله علم اینا استاندار و مسئولان همین کسان بودن. در دوره جمهوری اسلامی یک گروهی که در اون دوره مهاجر بودند و در این منطقه اسکان داده شده بودند، طوایف سرابندی خیلی معروفن، یعنی یک سرچ کوچیک بزنید در همشون سابقه تاریخیشون میاد. اینا اسکان داده شدن در این منطقه به خاطر موضوعات بافت جمعیتی. الان همه قدرت استان سیستان و بلوچستان، با احترامی که ما برای این عزیزان قائل هستیم و این بحث اصلا تبعیض نیست، ما نگاه اینه که همه این قدرت به دست این عزیزان داده شده. یعنی اینها اومدن در تمام ارگان‌های پلیس، ارگان‌های امنیتی، ارگان‌های سپاه پاسداران، ارگان‌های دولتی، همه مسئولیت‌ها غالب مدیریتی در دست اینها هستند و کارمندهای جز فقط در ادارات دولتی وجود داره که بلوچستان به شکل کلی قدرت در دست این مجموعه است. الان حتی اگر شما دقت بکنید این طرحی که پیشنهاد دادن، اونجا قبلا اینجا منطقه اصلا کلمه‌ای به نام سیستان وجود نداشت. شاید خیلی از مخاطبان شما این رو ندونن، نکته رو عرض می‌کنم خدمتتون. اینجا ایالت بلوچستان بود در دوره شما، حتی قاجاریه اواخر دوره قاجاری شما در ایالت بلوچستان، در دوره اوایل پهلوی به همین شکل. بعدش اینجا شد سیستان و بلوچستان، چون در دوره دولت ملت سازی بود اسامی معروفی که در مناطق دیگر بودن رو یواش یواش در ایران به کار می‌بردن و حتی اخیراً هم شهری درست کردن به نام نیمروز که 10 سال بیشتر از عمرش نمیگذره، در حالی که این شهرستان نیمروز در خاک افغانستان واقع بود. تازه 10 ساله به خاطر اجرای همون سیاست قدیمی که اسامی معروف تاریخی رو با تو جای خاک کنونی ایران قرار بدن، این اسامی رو آوردن. المهم که این سیستان اولش در ته اسم بلوچستان بود، بلوچستان و سیستان، بعدش در دوره جمهوری اسلامی اسمش کردن سیستان بلوچستان. الان دارن چیکار میکنن که اسم استان رو در طرح پیشنهادی که دادن، که چند نفر از نمایندگانی هستن که همین نمایندگان اولوفتنی منطقه سیستان محسوب میشن، اینها نوشتن که خب استان سیستان و بلوچستان شمالی، استان سیستان و بلوچستان مرکزی و استان سیستان و بلوچستان فلان، یعنی کلمه سیستان رو در کنار همه اینها قرار دادن. در این موضوع برنمیگرده به نام تنها، موضوع برمیگرده به این که اونها میخوان اون مشاغل و پست هایی رو که به نام بومی در چابهار مثلا از زابل مثلا، خب عنوان این که بومی استان هستن و مشاغلی که به بومیای استان در واقع اختصاص داده شده، اونا با همین حجت گرفتن در جنوب بلوچستان، دیگر این امتیاز رو از دست میدن. در بین خودشون این جدل وجود داره، این کسانی که مخالف هستن از بین خود اون منطقه سیستان، یکی از استدلالایی که بیان میکنن میگن که ما مشاغلی که در جنوب داریم به دست میاریم رو این رو از دست میدیم به نام بومی استان. به همین خاطر حتی طرحی که الان ارائه کردن به نحوی نوشته شده که هیچ تغییری بعد از این تقسیم اتفاق نخواهد افتاد. یعنی ما 3 تا استاندار غیر بومی داریم، یک استاندار غیر بومی داریم میشه 4 تا استاندار غیر بومی، یه دونه مسئول سپاه غیر بومی داریم میشه 4 تا مسئول سپاه غیر بومی، یه دونه مسئول وزارت اطلاعات غیر بومی، همینطور تا همین ارگان‌های دیگه. حتی آموزش پرورش، شما آموزش پرورش چابهار رو ببینید در طول 40 و خردی سال اخیر حتی برای یک بار هم یک مسئول آموزش پرورش، مدیر کل استان رو نمیگم، حتی یک مدیر آموزش پرورش در چابهار بلوچ نبوده، غیر بومی بودن در 40 سال اخیر. و بدترین وضعیت آموزشی هم در چابهار، یعنی در کل کشور منطقه چابهار و دشتیاری هم منطقه است. خب اینجا یک عمدی وجود داره برای این که این شرایط به اینجا کنن. این مجموعه این نگرانی ها مردم رو به این نتیجه رسونده که نه قرار نیست توسعه‌ای بیاد، که بلکه همه این طرح‌ها در کنار همدیگه با هدف نابود کردن هویت یا ملت بلوچ هستند. بعد از اینکه طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان به مجلس ارائه شد،
زهرا احمدی مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور اعلام کرد که این طرح غیر کارشناسی هست، ولی خب در هر صورت میدونیم که این طرح فعلا در مجلس اعلام وصول شده. پیش بینی شما چه هست؟ آیا فکر میکنید که با وجود همه این مخالفت ها امکان داره که همچین طرحی تصویب بشه و به اجرا در بیاد؟ خیلی ممنون میشم اگر کوتاه به این پرسش پاسخ بدید. پیش بینی من بر این هست که خب اینجا سیاست همون شل کن سفت کن وجود داره. این طرح هیچ اراده‌ای در خود دولت هم وجود نداره برای اینکه جلوی این طرح رو بگیره و طرح خب توسط اون دست از افرادی داره مطرح میشه که به عنوان تندرو محسوب میشن، هرچند که ما کلیت این نظام رو تندرو محسوب میکنیم، اما یک بخشی از این نظام خب هستن که تندروتر از یک گروهی دیگر هستن. اونها دارن الان این طرح رو پیگیری میکنن. ممکنه که در یک سال باقی مانده، کمتر از یک سال باقی مانده، دولت روحانی اتفاق نیفته، ولی این زمینه رو دارن فراهم میکنن برای اینکه مجلس که یک دست شده و دولت هم احتمالاً به دست تندروها بیفته، تندروهای یعنی مجموعه سپاه بیفته در دوره بعدی، اون وقت بتونن این زمینه های کافی رو داشته باشن برای اینکه این طرح رو بتونن اجرا بکنن. این چیزی که به گمان من اتفاق خواهد افتاد به این شکل. یعنی ولی خب مردم بلوچستان میتونن مؤثر باشن برای اینکه همونطور که استانهای دیگر مثل هرمزگان و جای دیگه تسلیم نتونستن بشن، جلو این طرح رو بگیرن. با ما تماس بگیرید. contact@radiozamane.com